آسمون رو که نگاه انداختم دیدم ای وای دوباره غروب شده. من هنوز هیچ کاری انجام ندادم. این اینستاگرام یه وقتایی انقدر منو تو خودش غرق میکنه که زمان از دستم در میره، مخصوصا این تابستون پر از هیاهو، پر از خبر بودش که فکر میکنم زندگی هممون این شکلی درگیر کرد به خودش. یه دوش گرفتم و آماده شدم که تا آخر شب 5 ساعتی تایم دارم بشینم درس بخونم درست حسابی. یادم دوران کنکور از هر نیم ساعتی هم که شبا مثلا تایم اضافه می آوردم استفاده می کردم که مرور کنم و تثبیت کنم چیزایی که خوندم تو اون روز. امشبم یه 5 ساعت مفید کشیدم بیرون از دلش و خیلی خوب به کارم رسیدم. راستش پروژه عقب افتاده خیلی داشتم ولی خب خوب جلو رفتم، به اندازه کافی مفید بود به نظرم امروز. آخرش هم مامان یه هویج پلو خوشمزه مهمونم کرد و جاتون خالی. 1:30 شبم دیگه خوابیدم.